امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این کانال سعی کردم همیشه آثار سینمایی رو طوری معرفی کنم که فقط به اسم و خلاصه داستان محدود نشن. چون به نظرم وقتی مخاطب بتونه با فضای یه اثر ارتباط بگیره، درک پیام و ارزشش هم خیلی عمیق‌تر میشه. کار من معرفی فیلم و سریاله و سعی میکنم این کار رو تا حد ممکن دقیق و مسئولانه انجام بدم. برای اینکه هم وقتی که شما میذارید هدر نره و هم آثاری معرفی بشن که علاوه بر سرگرم کننده بودن بتونن چیزی برای فکر کردن یا استفاده کردن با خودشون داشته باشن. تو این ویدیو قرار 11 فیلم رو با هم مرور کنیم. فیلم هایی که از زاویه‌های مختلف به سختی، ایستادگی و انتخاب نگاه میکنن و یادآوری میکنن هیچ شرایطی ثابت نمیمونه. حالا بدون اینکه بیشتر کشش بدم بریم سراغ این 11 فیلم الهام بخش. داستان در قرن 13 میلادی در کوهستان‌های مه‌آلود اسکاتلند شروع میشه. جایی که پادشاه ادوارد اول خیلی بیرحمانه روی مردم حکومت میکنه. ویلیام والاس که تو بچگی پدر و برادرش رو در جنگ با انگلیسی‌ها از دست داده، حالا که بزرگ شده فقط دنبال یه زندگی آروم و دور از چشم با عشق بچگیش یعنی مورانه. اما وقتی سربازای انگلیسی موران رو فقط چون از خودش دفاع کرده اعدام میکنن، خشم والاس حسابی شعله‌ور میشه. اول فقط برای انتقام شخصی تبر دستش میگیره، ولی کم کم تبدیل به یه رهبر کاریزماتیک میشه که قبایل پراکنده اسکاتلند رو برای مقابله با ارتش بزرگ انگلستان متحد میکنه. نبردی که از دشت‌های خونین استرلینگ تا دیوارهای شهر یورک ادامه پیدا میکنه و والاس رو به نمادی جاودان از آزادی خواهی تبدیل میکنه. این فیلم بر اساس شعر حماسی بلایند هری در قرن 15 ساخته شده که زندگی نیمه افسانه‌ای والاس رو روایت میکنه. نکته جالب فیلم اینه که مل گیبسون هم کارگردانی اثر رو بر عهده داشته، هم نقش اصلی رو بازی کرده. در سال 1947 بانکداری به اسم اندی دوفرین به جرم قتل همسرش با وجود اینکه میگه بیگناهه به حبس ابد در زندان وحشتناک شاوشنگ محکوم میشه. اندی در محیط خشن زندان که نگهبانای سنگدل و رئیس مذهبی نما ادارش میکنن با مردی به اسم رد آشنا میشه، کسی که متخصص آوردن چیزهای ممنوعه برای زندانی هاست. اندی با هوش مالیش نه تنها تو سیستم اداری زندان نفوذ میکنه، بلکه با ساختن یک کتابخونه بزرگ و پخش موسیقی تو حیات زندان یه ذره امید تو دل همبندی‌هاش زنده نگه می‌داره. در حالی که رئیس زندان میخواد از تخصص اندی برای فساد مالیش سوء استفاده کنه، اندی یه نقشه خیلی پیچیده و طولانی برای رسیدن به آزادی واقعی میکشه. در رمان اصلی شخصیت رد یه مرد ایرلندی مو قرمز بود، ولی تو فیلم این نقش در نهایت به مورگان فریمن رسید. این فیلم اقتباسی از رمان کوتاه استیون کینگ به اسم ریتا هیورس و رستگاری در شاوشنگ. در آینده‌ای که انگار تجربهش کردیم، بریتانیا زیر سلطه یه حکومت فاشیستی و تمامیت‌خواه با ترس و سانسور همه چیز زندگی مردم رو کنترل میکنه. در این موقعیت یه مبارز نقابدار که خودش رو وی مینامه، در شلوغی شب دختری به اسم ایو هموند رو از دست پلیس مخفی نجات میده. وی با بمبگذاری در ساختمان‌های دولتی و هک کردن شبکه‌های تلویزیونی پیام انقلابیش رو به مردم میرسونه و قول میده یه سال دیگه در 5 نوامبر پارلمان رو منفجر کنه. در این مسیر ایو که از یه شهروند ترسو به یه متحد واقعی برای وی تبدیل شده، از گذشته وحشتناک این مبارز در یه اردوگاه آزمایش‌های بیولوژیکی با خبر میشه. جایی که یه اشتباه آزمایشگاهی یه هیولا با آرمان‌های خیلی انسانی ساخته. این فیلم اقتباسی از مجموعه کامیک‌های آلن مور و دیوید لویده. بعد از جنگ جهانی سوم جامعه‌ای به اسم لیبریا شکل گرفته که فکر میکنه ریشه همه جنگ‌ها و خشونت‌ها تو احساسات انسانه. در این دنیا داشتن کتاب، آثار هنری یا موسیقی جرم سنگینیه و مردم مجبورن هر روز دارویی به اسم پروزیوم بزنن تا احساساتشون سرکوب بشه. جان پرستون که یکی از بهترین ماموراست، کارش شکار و اعدام مجرم هاست. اون تو هنر رزمی خیالی گانگاتا تخصص داره، ولی بعد اینکه شیشه داروش به طور اتفاقی میشکنه، شروع میکنه به حس کردن زیبایی های دنیا و فهمیدن درد و لذت. حالا که پرستون باید در حالی که هنوز نقابه مامور بیرحم رو داره با مقاومت زیرزمینی متحد بشه تا حکومتی که قلب آدم‌ها رو یخ زده از داخل نابود کنه. نکته جالب فیلم اینه که کارگردان فیلم سبک رزمی خیالی گانگاتا رو خودش در حیات خونش ابداع کرده. داستان فیلم کلی الهام از رمان‌های 1984 و فارنهایت 451 گرفته.
در کشور دستوپیایی پنم که روی ویرانی‌های آمریکای شمالی ساخته شده، پایتخت ثروتمند کپیتول روی 12 منطقه فقیر حکومت میکنه. به عنوان تنبیه یه شورش قدیمی، هر سال هر منطقه باید یه دختر و یه پسر جوون رو برای بازی‌های گرسنگی بفرسته. مسابقه‌ای مرگبار که زنده پخش میشه و فقط یه نفر زنده میمونه. وقتی اسم خواهر کوچیک کتنیس اوردین تو قرعه کشی در میاد، کتنیس داوطلبانه جاش رو میگیره. اون با پیتا ملاک به کپیتول فرستاده میشه تا توی رینگ پر از تله‌های مرگبار و رقیبای حرفه‌ای نه فقط برای زنده موندن، بلکه برای انسانیتش بجنگه. مبارزه‌ای که بدون اینکه بخواد کتنیس رو به یه جرقه یه انقلاب بزرگ تبدیل میکنه. این فیلم بر اساس سگانه پرفروش سوزان کالینز ساخته شده که در مجموع 4 قسمت داره. البته پیش درآمدی هم از این مجموعه در سال 2023 منتشر شد که جدا از داستان اصلیه. نویسنده کتاب ایده‌اش رو از ترکیب اخبار جنگ عراق و برنامه‌های رئالیتی شو تو تلویزیون گرفته. بعد از اینکه یه آزمایش ناموفق برای جلوگیری از گرمایش زمین باعث یخزدگی کامل کره زمین میشه، تنها بازمانده‌های بشریت توی قطار غول‌پیکر زندگی میکنن که سالهاست بدون توقف دور زمین میچرخه. در این قطار یه سیستم طبقاتی خیلی بیرحمانه حاکمه. اشراف تو واگن‌های جلو تو رفاه کاملن و فقرا تو واگن‌های انتهایی تو گرسنگی و کثافت گیر افتادن. کرتیس که یکی از ساکنای واگن‌های انتهایی، رهبری یه قیام خونی رو به عهده میگیره تا با رد شدن از واگن‌های مختلف به موتور دائمی قطار و خالقش یعنی ویلفورد برسه. در این راه انقلابیون با حقیقت‌های تکان دهنده‌ای درباره منابع غذاییشون و نقشه‌های واقعی ویلفورد برای کنترل جمعیت قطار روبرو میشن. حضور کریس ایوانس جذابیت فیلم رو دوچندان کرده. این فیلم اقتباسی از یه رمان گرافیکی فرانسوی محصول سال 1982. یه سریال هم بر اساس همین ایده ساخته شده که داستانش چند سال قبل از فیلم اتفاق میفته. یک کارمند بیخواب و کلافه از فرهنگ مصرفگرایی زندگیش رو تو خرید مبل از کاتالوگ‌های لوکس خلاصه کرده. در یکی از سفرهای کاریش با فروشنده‌ای به اسم تایلر دوردن آشنا میشه. مردی کاریزماتیک و ضد سیستم که میگه فقط وقتی همه چیز رو از دست بدی آزادی هر کاری بکنی. این دو بعد از انفجار مشکوک آپارتمان کارمند یه باشگاه مخفی مبارزه تن به تن راه میندازن که خیلی سریع تو کل کشور گسترش پیدا میکنه. ولی کم کم این باشگاه تغییر ماهیت میده و زیر رهبری تایلر به یه سازمان تروریستی تبدیل میشه که هدفش نابود کردن کامل سیستم بانکی و اعتبار مردمه. کارمند که میخواد تایلر رو متوقف کنه به یه حقیقت وحشتناک درباره هویت خودش و تایلر پی میبره. این فیلم اقتباسی از رمان جنجالی چاک پالانیکه که مردانگی سمی و مصرفگرایی رو نقد میکنه. فایت کلاب با اینکه در زمان اکرانش تو گیشه شکست خورد، بعداً به یکی از محبوب ترین فیلم‌های تاریخ سینما تبدیل شد. یه نوجوانی به اسم توماس توی آسانسور فلزی بیدار میشه در حالی که هیچ چیز جز اسمش رو یادش نمیاد. اون وارد منطقه‌ای میشه که یه گروه پسر ادارهش میکنن و دورش دیوارهای بتونی غول‌پیکر وجود داره. این دیوارها تنها راه ورودی به یه هزارتوی عظیم و همیشه در حال تغییرن که موجودات مکانیکی مرگبار توش پرسه میزنن. در حالی که یه گروه به اسم دونده‌ها هر روز دنبال راه خروج میگردن، توماس با پیدا کردن سرنخ‌هایی از گذشته‌اش و سازمان مرموز ویکت میفهمه که اونا بخشی از یه آزمایش بزرگ انسانی برای نجات بشریت از یه ویروس کشندن. با اومدن اولین دختر به بیشه، توماس میفهمه وقتشون داره تموم میشه و باید قبل از بسته شدن همیشگی درها راه فرار رو پیدا کنن. این فیلم بر اساس جلد اول کتاب‌های جیمز دشنر ساخته شده. 2 قسمت دیگه هم از جلدهای دوم و سوم ساخته شدن که خیلی به کتاب‌ها وفادار نبودن. اگه دوست داشتین میتونید سگانه رو کامل ببینید. دیزنی هم قراره یه ریبوت از این مجموعه بسازه که داستان جدیدی تو همون دنیا رو روایت میکنه. ترومن یه مرد شاد و معمولیه که در شهر قشنگ سیهیون زندگی و کار میکنه. شهری که همه لبخند میزنن و همه چیز عالی به نظر میرسه. ولی ترومن نمیدونه که از روز تولدش ستاره بزرگترین رئالیتی شو تاریخ جهانه. کل شهرش در واقع استودیوی غول‌پیکر زیر گنبده و 5000 دوربین مخفی هر لحظه از زندگیش رو برای میلیون‌ها بیننده تو دنیا پخش میکنن. وقتی ترومن اتفاقی متوجه تکراری بودن رفتار آدمای دور و برش و افتادن یه پروژکتور از آسمون میشه، شک همه وجودش رو میگیره. با اینکه کارگردان برنامه ترس شدیدی از دریا تو دل ترومن کاشته بود، ترومن برای فهمیدن حقیقت تصمیم میگیره از مرزهای دنیای ساختگیش عبور کنه. این فیلم از زندگی پر از تعقیب رسانه‌ای پرنسس دایانا الهام گرفته شده. نکته جالب اینه که جیم کری برای این نقش دراماتیک دستمزدش رو از $20 میلیون به $12 میلیون کاهش داد.
در آینده‌ای که ژنتیک جای طبقه اجتماعی رو گرفته، بچه‌ها قبل از تولد با دستکاری ژنتیکی بی‌نقص میشن. وینسنت فریمن یکی از محدود آدم‌هایی که طبیعی به دنیا اومده و آزمایش‌های ژنتیکی موقع تولد پیش بینی کردن که مشکل قلبی داره و قراره در 30 سالگی بمیره. آرزوی وینسنت فضانورد شدنه، شغلی که برای آدم‌های مثل اون ممنوعه. اون با خرید هویت ژنتیکی یه ورزشکار فلج شده به اسم جروم وارد آژانس فضایی گاتاکا میشه. در حالی که هر روز با کیسه‌های خون و نمونه ادرار جروم از تست‌های امنیتی رد میشه، یه قتل تو محل کارش باعث میشه پلیس دنبال دی ان ای بگرده و هویت وینسنت در خطر لو رفتن قرار میگیره. دانشمندای ناسا این فیلم رو دقیق‌ترین فیلم علمی تخیلی از نظر علمی میدونن. نکته جالب فیلم اینه که اسم فیلم از حروف 4 باز اصلی دی ان ای یعنی GATC ساخته شده. در سال 1994 تو شهر لانگ بیچ کالیفرنیا که پر از خشونت‌های نژادی و باندهای خیابونیه، معلم جوونی به اسم ارین گروئل شروع به تدریس در مدرسه‌ای میکنه که دانش آموزاش از نژادهای مختلف دشمن خونی همدیگن. گروئل با کلاسی روبرو میشه که هیچکس امید نداره دانش آموزاش تا 18 سالگی زنده بمونن و مسئولین مدرسه اونا رو غیر قابل آموزش میدونن. ارین با روش‌های خلاقانه و خرید کتاب‌هایی با پول خودش سعی میکنه درد دانش آموزاش رو به اتفاقات تاریخی وصل کنه. به هر کدومشون یه دفترچه خاطرات میده تا داستان واقعی خودشون از فقر، خشونت و از دست دادن عزیزاشون رو بنویسن. دفترچه هایی که کم کم میشن پل درک متقابل و باعث میشن به جای اسلحه قلم دست بگیرن. این فیلم بر اساس یه داستان واقعی و کتاب خاطرات نویسندگان آزادی ساخته شده. همه 150 دانش آموز واقعی کلاس ارین گروئل تونستن از دبیرستان فارغ التحصیل بشن و خیلی هاشون رفتن دانشگاه. خب رسیدیم به پایان ویدیو. توی این ویدیو سعی کردم فیلم هایی رو معرفی کنم که بشه راحت باشون ارتباط گرفت و باهاشون همزاد پنداری کرد. شاید یکی دوتا از این فیلم ها رو قبلا دیده باشید، اما ممکنه این بار با نگاهی متفاوت تری سراغشون برید. نکته مشترک همه این فیلم ها اینه که شخصیت ها تو هر شرایطی مجبورن یه انتخاب داشته باشن. انتخاب هایی که لزوما همیشه درست یا راحت نیست و نتیجهش کاملا به تصمیم خودشون برمیگرده. اگه از دیدن این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگه فکر میکنید فیلم های این لیست ارزش دیدن دارن ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. نظراتتون رو هم حتما برام بنویسید تا بدونم کدوم فیلم ها رو بیشتر دوست داشتید. تا یه ویدیو دیگه مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.